معرفی کلی شهر چابهار از شمال به شهرستان ایران شهر، از مشرق به پاکستان، از جنوب به دریای عمان و از مغرب به جاسک منتهی است. این بندر با 11 کیلومتر مربع مساحت، همعرض جغرافیایی بندر میامی در شبه جزیره فلوریدای آمریکا است و دارای شرایط آب و هوایی دقیقاً مشابه بندر میامی است. برخی بر این باور هستند که چابهار در گذشته به علت اینکه در تمام سال فاقد زمستان و پاییز بوده، به عنوان شهر چهاربهار شناخته می شده است و گروهی هم بر این باور هستند که چون سرسبزی این ناحیه به کمک چاه‌ها بوده است، با نام چاه بهار معروف نامیده می شده است. این شهر در دورهای پارتیان و ساسانیان با نام چاه بدر شناخته می شده که احتمالاً به خاطر وجود چاه‌های آب شیرین در این منطقه برای آن انتخاب شده است. هنری فیلد میگوید زبان مردم چابهار مکرانی است که گویشی از زبان بلوچی است و زبان فارسی به ندرت صحبت می شود و اکثریت جمعیت مردم از بلوچ هاست.